اللهش نترسد. الدنیا رخیصة جدا. این دنیا بسیار چیزی به ارزش هست. الدنیا رخیصة جدا قد یملکها غنی و فقیر ملک و وزیر. یعنی این دنیا را هر کس به دست میاره. غنی هم باشی به دست میاری، فقیر هم باشی به دست میاری دنیا را، مالک هم باشی، پادشاه باشی به دست میاری، وزیر هم باشی، چی از دنیا را به دست میاری. لکن جنت غالیتون، لیکن جنت چی است؟ بسیار یک چیز قیمت بها است. لا یملکها الا من عمل عملا صالحا. هیچ از جنت رو به دست نمیارد مگر کسانی که چی عمل صالح انجام میدهند. برای خود برادر و دوستان عزیز حرکت کنیم، کوشش کنیم که وقتی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مال دادگی است، چیکار کنیم؟ اون مال انفاق کنیم. اون مال چیکار کنیم؟ به مسکین ها، به انسانی که احتیاجمند که هستن برای اون چیکار کنیم؟ بتیم. تا اینکه الله سبحانه و تعالی چیکار کنه؟ در همون مال ما، در همون کسب ما برکت دهد. و در حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که حدیث عبدالله بن عمر میگوید که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس احب الى الله سبحانه وتعالى واي الاعمال افضل الى الله سبحانه وتعالى. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینیم که چی می‌فرماید. اون شخصیت نزد پیامبر خدا آمد و گفت که ای پیامبر خدا، کدام شخصیت محبوب تر است در نزد الله سبحانه و تعالی؟ که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که احب الناس الى الله انفعهم للناس. محبوب ترین انسان در نزد الله سبحانه و تعالی کسی است که منفعتش به دیگرها برسد، منفعتش به انسان ها برسد. برادر عزیز، از لحاظ مال باشد، از لحاظ علم باشد، از لحاظ دیگر چیزا باشد، حرکت کنیم، کوشش کنیم که منفعت ما، فایده ما برای دیگر برادر چیکار کند؟ برسد. وقتی که رسم ما بهترین انسان هستیم، محبوب ترین انسان هستیم در نزد الله، در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین در نزد مردم. برای خاطر برادران دوستان عزیز حرکت کنیم، کوشش کنیم که وقتی که یک مسکین، یک فقیر که میبینیم اونا چیکار کنیم؟ حاجتش را برآورده کنیم. پیش از اینکه وقت برای ما را سوال کند، ما چیکار کنیم؟ اونا گفتی اپا که حرکت کنیم، کوشش کنیم که او سوال ما کرده ما برای او چیکار کنیم؟ عطا کنیم هر چیزی که میخواهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.